البته جای خوابتان با راحت است خانم. نه 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 نه، خوابم نبود استوده است. خدای توبه، بلشک شده است. خیلی خواب کردن نمیشه. های دختر خونو خورده کسل میشه. نمیدونم. مایرش زهرا، شما با کی گپ میزنید؟ نیسلین، من او رو دوست میدارم. کی رو دوست میدارد؟ کنه ایست یک این رو مانند شفقت بکم دارم. خانم زهرا، شما داملا زیا رو دوست میدارید؟ بله دوست میدارم. او بسیار آدم خوب است. او البته آدم خوب است. نسبت او یگان حسی داره؟ نه، شدنش ناممکن است. چرا نشود؟ شاید شود. هیچ چیز نیست. هیچ امکان نداره؟ چرا نه؟ چون که او بسیار یک رو نافارم است. دوستدار نیست. ابدیامونه. اما چی؟ اما او بسیار آدم خوب است. یعنی همین قدر؟ همین قدر. نباشد خانم زهرا، شما کی رو دوست می‌دارید؟ هیچ کس رو. انگشتری کجاست؟ که ما رو با قلبت جا میکنی؟ روز در اینجا چی گفت؟ ای دومولو بخشش، من از اینجا بودن شما فراموش کردم، چون یک بار در اومدم ترسیدم. بخشش. خانم زهرا چی داد میزنه؟ ما را سخت ترسونده. دومولو فراموش کردم، گفتم خیر نباشه شما در رو محکم میکردید. من عادتی در محکم کردن رو ندارم، چیکار کنم؟ خیر میلش، زود باشید، ما رو در صبحانه بابایم انتظارم. این ترتیبی شدین. ای باورم نمیآید، باورم نمیآید. باز چه شد؟ دومولو شما این خمیره داداشوی رو چیکار کردید؟ از بینش زیر کردید. من گناهی عظیم کرده هم. در حقیقت مرا دار کشیدن لازم است. جزایم رو گوید رفته در محبس شینم. مسخره نکنید لطفا. در اصل شما مسخره نکنید. یک خمیری دندانشویی بود از خانم. چرا با من قدر داد میزنید آخر؟ این رو بینا، این رو بین. سرچوقم رو استفاده کرده ایدی. تبتر شده. با سرچوقی من رویتون رو پاک کردید؟ چی کنم؟ پاک نمیکردم. لطفا با سرچوقی خودتون پاک کنید. پس نباشه شما هم برای من در اینجا یک سرچوق گذارید. معلوم از این بعد یک جای زندگی میکنید. مایلش. اوف. در اصل بطو اوف. این رو بینا، پاچه کرده. در نزد خانم سلین در حقیقت شرمنده شدم. در چشمش دیگر مانند حشرات قدر ندارم. اگر سلین جان در رویم توف کند حق دارم. سلین جان ماشاءالله چقدر زیباست. اینیق برای اوزه پوسیدن اومده است. عجب، و اگر من بخشی پوسم عصبی نمیشم. ای شرمندگی مرا نگاه نکرد. خفشدگی. اگر سلین جان یعنی این قد من اگر دوست بداره گشت مرا نگاه میکنه. نگاه کن سلین جان، بگر نگاه کن، بگر.
میده باز میگوید که عاشق هستند 2 دقیقه هم میزیدو نشده رفت عجب و برای من آمده نازکنی آجی نروی میمری 1 بار بگردی نگاه بکنی دیوانه میشوم یا دیوانه میکنم چی مرو ندیده میخه میرم خدامزانم مرا سله نگاه کرد ایستاد نگاه کرد سله لبه دوست بداره باز همون دیوانم اگر ما رو بیند همین خوش میکنم خانم سله مرا نگاه کرد ایستاد و نگاه کرد ایستو ببین دختر با تو با قهر نگاه کرد او تو رو دوست نمیدارد ای اخبار کلیوه چرا با تو نگاه کنند یک حیات از قفای سله میدویزه شیرینی نمیخواهید؟ رحمت عزیزم من شیرینی نمیخوام من میگیرم منشی اگر تو ریزی خیلی نمیشم جانم معلش عزیزم نوشی جونت شود عزیزم تشکر زیاد جانم نمیازید عزیزم کنی نوشیم من ندانم که تو بازی نکرده ایستاده من احمق پنداشتن چیست حالا میدونم عجب و مربوچ خیلی باشد یک گرفته بیچش جانم معلش صبحانه قلبی تیار کردم تشکر جانم شما اینقدر دوستی رمانتیکه از این ما خوشحال شدیم ماشاءالله اینها رو بینو اگر نمیدونستم که چی موجی ساخته کردم و عشقشان باور میکردم بعد سنبخه رو میپرسن که چی به شما مایده رو همه گردن سنبخه میگه که 300 سال عمر میبینم سراسی من نیستم هسته میگه چی خیر بود خرچه بگم افندی رو نقل کرد بعد بخند ای خنده رو مرده بی عجایب سعید جان چرا به مکتب نرفتی جانم؟ ای سعید جان بیمار است احتیاط که خودتا جان جان مالش اما که احتیاط نکنم خیر جبنه انشاءالله صحت بشوید رحمت اما خدا با شما هم شفا دهد چی گفتی؟ مگر من نطب شدم؟ کنیست؟ حرارت ندارم کو؟ نه اما برای حادثه دیروزی نمیگویم دختر را با تو ندادم کو سعید جان چی به این دختر میدهده؟ برای تو شد چرا ولی دست میزنی بخیر است؟ خدایا چرا از پشت من میشود از پولی؟ البته خیری گناهت را قبول کن دختری دیگر را برای خواستگار کرد اگر دختری میخواستش را خواستگاری میکردیم چی میشد؟ آن دختر را به این نمیدهند آن دختر این را نگاه نمیکنند خانم خدا ایستاد و گشت طرف ما نگاه کرد من همی 2 چشمم دیدم که طرف ما نگاه کرد اگر من دروغ بگم من لیوین نه خدایا توبه گویا که یکان کاری بزرگ شده است من را نگاه کرد به من آب داد چی شد است آخر خیر نگاه کرد است بعد چی اکا نگم که یک بارگاه خانه سله شد خواستگاری نمیدن یک بارگاه لبن گوش کن قسم میخورم که با این قیچی آن مویلب‌هایت رو از ریشه‌شان میبرم مویلاب ندارد کو خاموش شو تو را حکل نکنم بیسرم تا اول رفته از آن دختر عذر بپرس چی دانم یعنی کوشش بکن تا دور شود بعدی چی خیلی میشه وقت جان گپش را بید چی دانم آخه او را به سینما ببر او را به خوراکوری ببر نشسته یک جای معما پر کنید چی؟ پر نکنید
با این عقل داشتهمون همه رو برباد میدیم. این رو بعد از اویله‌دار شدن یک جانی سخته پوست میکنه. اکا جان از دهان تو قند نفس میریزد. تو باید یک آغوشت بگیرم اکا جان. برادر خوبی دنیا ندارد. برادر آخر چیکار کنم با این؟ جان اخیرمون سلی نمیگیم. استاد لابا اجری یک سوال پرسم استاد. مایلش پرسه. استاد میگویند که اگر به زمین استروید افتد همه دینازورها نابود میشوند. چه؟ دینازور استاد. اجری مگر نسل دینازورها تمام نشدن؟ استاد من هم همین رو میگویم اکنون نیست. از سببی که در دنیای ما دینازور نیست پس افتیدن استروید چی معنا دارد؟ حکمتش در چیست؟ اوف بخیر است اجری. به زمین یگان استروید بر میخورد مگر؟ با خدا نمیدانم استاد. در نماز بامداد با آسمان نگاه کردم هیچ چیز رو ندیدم. اجری با آسمان مانند دیوانه ها نگاه نکن یا خدای توبه. بنویس انا هجری از سببی که نسل دینازورها تمام شده است و زمین افتیدن استروید یگان معنا ندارد. از همین سبب یگان حکم ندارد این. تو راحت باش پسرم. به زمین یگان استروید نمیافتد. فهمیدم استاد رحمت. داملا السلام علیکم داملا. و علیکم السلام. داملا تکرار مبارک باشد. خدا عمری درازی پربرکت نصیب کند. تشکر زیاد آقای کنون. این را چیکار میکنید؟ داملا ما از طرف شاه هستیم. از طرف شاه هستی؟ بله برای همین این خوشبار را آورده؟ بله داملا عادتی ما همین است. گوشتش را به فقیر و فقرا تقسیم میکنید. ازدواجتان پربرکت میشود. خوب چی کنم این رو گیرم؟ گیره داملا. آخر هیچ در کار نبود آقای کنون. مگر این خیلی میشود داملا ما از طرف شما هستیم. این وظیفه ماست. هجری خیر نباشد تو سرم این خوشخور را گرفته رفته کمتر اون رو گردان کمی هوای تازه گرد از آن تو شود. استاد این رو به من داده؟ بله از آن تو شود. گیر رفت. خدا راضی باشد. رحمت روش جاتون باز نگریزد. من در کتاب دفتر دارم. انا بیا انا خان بیا خان. آقای کنون اگر زید نباشه رفته یک چای نوشیم. بسیار متشکر میشویم داملا. مرحبا. رفت میرویم. بیا راگر جان راگر کجا؟ انا بین دفتر رو خان. راگر داملا همین کارهای توی شما با خدا که بسیار تعجیل شده. به این طرف بله آقای کنون چیکار کنیم؟ روی نکاح ما همه خیلی شده است. داملا در تابستان یک توی بسیار زیبا میکنیم. داملا ما که از طرف شماییم از دستمان هرچی آمده را میکنیم. زحمت نکشه. تشکر. یک توی بسیار با دبدبه میکنیم. انشالله. کنون چرا با داملا اینقدر صمیمی هستند؟ داملا اگر نصیب باشد بازن حیاتی هم آیده دار شوم من هم به خودم یک توی دبدبه ناک میکنم. نشود آقای کنون چرا نشود؟ انشالله داملا بزنم میان بعد یک کیلویی هدیه میکنم تا که بزانیش بیرسد. عروس شوندهتون بسیار خرسند میشود. داملا زنم را به خدا با طلا می آرایم. یعنی با طلا به جایهای قدم میگذارد. زمرد میپوشم. با خدا مانندی باران یا کد میپوشم. هی داملا شما اینقدر انسانی مبارک هستید. نه استغفرالله این خیلی نگوید آقای کنون. با خدا وقتی که با شما صحبت میکنم دلم پر از خوشحالی میشود. چنان آرام میشود که فهماندن ناممکن است. همینطور؟ بله داملا. کنعان دیوانه در اینجا چیکار میکند؟ با فکرم دوستی دامغازی است. تو او را از کجا میشناسی؟ سرداری نمیکرد. یک دوست بانومی کالتاکیلاس او را زده ان همین خیلی میوب کرده است. کالتاکیلاس؟ ها لقبش کالتاکیلاس است. از آن روز اعتبارا او را جستجو دارد.
این چه رو میبره؟ چرا؟ با دامولازیا تا قدر امکان روبرو شدن نمیخواهم. این خیلی نگاه نکنید. آخر او آیله دار است. میفهمید پیمو؟ مایلش. مرحمت کنید دامولازیا. سلامت باشید خانم. با اشتهای تو. تشکری زیاد. خواهش میکنم با اشتهای سلامت تو. باشید. سلامت باشید. شکر. تمام شد آقای فرمان. هی شما بذارید من جمع میکنم. از شما یا حضور بپرسم. مهم نیست. هیچ کم ندارد. کالتاکلاس مرا تمام عمر به این حال گرفتار کرده. خودتون رو غمگین نکنید. خدا رو شکر گویید. راست میگوید خانم. این حال مرا بینیده. مگر من تو رو پروندم. اگر تو رو نجات نمیدادم که خوب مدت بدیم. گفتم آنم شما اکراتون رو یافته توانستید؟ متاسفانه نیفتم. انشالله میابید. انشالله. به شما اشتیایتون. تشکر خانم بتونید. چی شد مریض؟ برای پای برده ایستاده ای؟ نه ناگهان از اینجا گذشته ایستاده بودم دیدم با دومولو گپ زده ایستاده ای. از بچه ها پرسیدم که یک خانم با دومولو چی کار میکند. بچه ها هم نمیدانستند. من هم گفتم یک از تو پرسم. دامولوزیا بسیار یک آدم صاحب احترام است. علاوه بر این دوستی من است. و من آن طرفش فرقی ندارد کنان. اصلا به من تشویش آورش آن است که دومولوزیا الماسای مرا یافته به همسرش هدیه کرده. این کار تصادف شده است. جستجویش هم نکن. تصادفت میگویی؟ آی نه احتیاط باش با دامولوزیا یگان کاری خطا نکنی که تو را پاره میکنم. اگر من نکنم کمیسر اونال میکنم. کمیسر اونال چه علاقه دارد؟ کمیسر اونال موجه دامولوزیا است. چی؟ موجهش میشود؟ بله. چه خیلی دامولو بوده است؟ همه او رو میدونم. کنون زمانه دیگر شده است. همه چیز بسیار عجیب است. دامولوزیا سوکچه‌ای که الماسای من در آن است یافته به همسرش هدیه میکند. قطع کلاس باشد. الماسا رو از من دزدیده به اونال میدهد. اونال در عین زمان موجه دامولوزیا بوده است. این حادثه عجیب معنی مرا تماما خراب کرد کنان. آمیخه پس نباشد داروی دردی سر میکند. معنی سرت آرام میشود. مرا گوش کن. تو را آخرین بار آگاه میکنم. از دامولوزیا دور شو. بسیار ترسیدم. وقتی خودم را با این دامولوزیا گفتنی آدم شناس کردن گذشته ایستادم. دامولا بیایید رفتیم. در یک جای خوشمنظره سلفی کرده به بابایم نشان میدهیم. چی خوب است. بیا رفتیم. بهتر حالا هم غمگین مینماید؟ بله همیشه. نمک دامولوزیا را از دوری پای بریم که معلوم این بریسی احمق آرام نمیشیند. کمی بینیم از دومولو چی میخواهد.
کردم اما یعنی در جای کارتون شما رو ناراحت کردن نخواستم. گفتم اونم پرزتون بسیار زیبا در طرفتان خوب ایستاده است. در حقیقت هیچ ناراحت نکردی لوین جان. خیر بایلش تو رو گوش میکنم. هلن جان نفهمیدم خونه‌تون خودکاری رفتم برای همه عذر پرسی آمدم. بسیار لطفا مرا ببخشید. یعنی من نمی‌دونم که این حادثه ناخوش ارتباطی ما رو برام. خیلی ارتباط؟ ای خانم سلیمه رو خطا فهمیدید. ارتباطی دوستی یعنی ما با شما دوست بودم میتوانیم خانم سلیم. چی دوست؟ بله دوست دوگانه. سلیم لوین دوگانه. من به این هم خیلی دوستی زیاد دارم. هیچ جمع نیاخی خانم سلیم. بگذار یک توی دیگر پیدا شود. چی میشود؟ ولی من کم تر زود حرکت کردم. ما باید در قدم اول دوست بشیم. بیاید در قدم اولینمون دوستانه آینده باز فکر کنیم. خیر اگر قدم اولینمون دوستی شود قدم بعدیمون چی میشود؟ ما همیشه دوستی رفتن نگیرم. ولی دوستی یعنی شما نمیدونم. نمیدونم. آخه خانم سلیم التماس با من یک امکانیت دهید. میلش. خیر میلش. شما مگر روزی شدید؟ یک لحظه. آخه خانم سلیم من فکر کرده بودم که شما در حیاتتان این تکلیف رو قبول نمیکنید. در هیجانم سلیم. عجبا برای برطرف کردن این هیجان میتوانم از رخصتان یک دوست بگیرم. لوین بسیار نگذرم. حالا که مسکن نمانید از خانم با من شب پیلکت میره. ببینم باز خوب حرکت کرده ایستودی. نه خانم سلیم همش دوستانه است. من در نزد شما بسیار شرمنده هستم. بذارید خطیم رو برطرف کنم. التماس رد نکنید خانم سلیم. میلش. لیکن دوستانم با شرطی که تو از این معنای دیگر نبری. فهمون؟ نه تماما. لوین یکیته. حتی برای روزی شما خطا نفهمید شما رو با فیلم عاشقانه و تماشای فیلم اوش میبرم. میلش راضی هستم. ای با من فیلم‌های وحشت‌آور بسیار مسئول است. اما با فیلم می‌میرم که از همه وحشت‌آور میشم. خانم سلیم شما رو با تماشای فیلم میبرم که از تماشای فیلم توقف میشوید. میلش راست شب با میخوره. خیر خانم سلیم با دستای نازکش از کتف من قبول سلیم مرا دوست بدارد دوستان. مرا سلیم دوست بدارد دختری خاله. بازم این تو؟ یه برادر تو دیوانه فقط ما رو تعقیب نکنی ها؟ های چی بسیارم با شکرم با دوست پیدا کرده است. اینها را بین دخترم از این تلفن عکس ها را به نوتبوکت گذران رسمها را کلان کلان کرده تماشا کنین. میلش بابا جان بلوتوزش را کشویم. چی میگویی؟ بلوتوز. بلوتوز گذران. ها شد یک ثانیه. تمام تیار شد. قمره ها را بینید قمره ها را ماشاءالله. خانم تولی دیدید چل بود است. اکنون شما چی گفتگی؟ اینها خودشان رو سکتی کردن. اینها رو دید. این هم ساختن. مادر چی؟ انشالله از بین ما نابود میشوی من میبینم. ما؟ ماشاءالله ماشاءالله. خانم زهرا منظره اینجا زیبا بوده. اول اینجا یک دو شیل بگیرید و با بایتان را ممکنه من میشود؟ نزدیک تر بیایید. داملا به نظر شما ما صمیمی‌تر نشدیم مگر؟ چه علاقه داره؟ من رسم گرفته ایستادم یعنی باوری نشود گفته این خیلی میکنم نزدیک شدم یعنی آخر ینگه طولی ندارم کارها رو فهمد اگر با بابایتون گویم با کدوم مشکلی نباره. میگه چی میکنه؟
مگر نمیکند نمیبینه چشمان او بعد از بسیار زمین خطرناک میباشد. دومولو البته میل شما هم راست میگویید. جماعت چی میگوید؟ آنها روی برو ایستاده سیرتی کرده ایستاده هم میگویند. آخر خانم و جماعت نشان نمیدیم و گوگوهتان روان میکنیم. آخر کمتر تبسم کنید. بله و فکرم آخرین نشده با آمد این رو روان میکنیم. دومولو میرش من بد روان میکنم. اینطور مانده شدمی؟ قریبان استانبول رو گشتیم. بیت کمتر شینیم در اینجا. مالش میشینیم. این جفت چه مناسب رو دیگر چقدر رومانتیک هستند، چقدر در بین آنها محبتی بزرگ است. همین خیلی اکای این چه محبت هست؟ بین حتی دوملو دست دختر آنها میدارد. دمت رو گیره آدم مانندی داملو زیا مگر محبوبش را در بین آدمان خاموش میکند تیلاق؟ بسیار تشنه شدم. گیرید. تشکر زیاد. به شما یگان با صورتی به مادرم نشان نداده بودم. میداشت. ببینید انا من با مادرم. بسیار زیبا بود است. خدا رحمتش کنه. چی گوییم؟ معلوم که شما هم با مادرتون. تشکر زیاد. با مادرم آنقدر صورتی زیاد ندارم. صورتی از همه دوست داشتم همین است. هیچگاه از برم دور نمیکنم. شما هم با مادرتون صورتی خاطره دارید؟ نه. شاید خواهرم دارد. چی شد؟ ایستا دوستانم را دوستی. صورتی مادرم در آن را دوستیدم. با کجا میخریزد؟ نمیدانم. از پسش میرویم. زودتر باش. نیست. احسن دومولو آفرین. چرا ما رو بستن؟ حالا که کسی نیست این را گشاد. داملا دیوانه نشده باشه. باشه حالا فهمیدی ها؟ چرا تو را برای یک سمکچه اینقدر دواندم؟ یک دامولوی عادی نبودنی تو را فهمیده بودم. برای این کار نکردنت این دام را ساختم. اکنون به مقصد میآیم. کلته کلاس در کجاست کمتر؟ چهل کلتکل است. شما چی ها گفتید؟ اوه ما به طور جدی سوال میپرسیم تو باشی مسخره میکنی. مرا گوش کن دامولا، نمیشود. و من مسخره هیچ پسر نیست. برای اثبات این باشد در نزد تو آن سه آدمی که با تو ارتباط دارند میکشم. سه آدم؟ آنها که هستند؟ آنها را بیار. حاضر. دوملو مرا این چیزی تو باش که داری گفتان
گفت که من مسجدم رو بسیار یاد کردم، جماعت رو یاد کردم. وقتی گفت من باید زود روم، من با او برای ثواب کمک کردم. گفتم رسمانش را کشایم که سر به نزد جماعت روم. گناه همه برادر. دروغ میگوید برادر، من از او چیزی نخواستم. دروغ میگوید، او خودش کشاندنی شد. هرگاهشون گریختنی بودم، خیلی نکنید گفتم. اونا گوش نکرد. هر دویتون اینقدر آدم رو زود میفروختید ها؟ من یک هجری را دیده آمده میتوانم. ببینی اول سردار شما رو بیند بعد سردارتان ما را دیدن نخواهد. همه‌تون را. یا خدایم تو با من صبر عطا بکن. تو باجه کمیسر اونال بوده ای. کلوس الماسا را دوسته به او داده است. مگر الماسا را بین خودتان تقسیم کردنی بودید؟ گوش کن برادر، شما با من چیکار دارید نمیدونم. شبکت خوب هستی برادر؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ ای در اینجا بودن مرا چیکار میکنی؟ زودتر مرا از اینها خلاص بکن. شوکت مرا عجب و از دست این که خلاص میکنه. والله عزمی این باز توی در همه جا با من رو بده بشدی. از آخر داملا چه علاقه دارد؟ گوش کن داملا زیاد. حاضر اینها را یک تا در نزد خودم میکشم. بسیار رویمه نکن. من آنها نیستم، چرا مرا میکشی؟ آخر برادر گوش کن، من امام هستم، من یک آدمی دینشناس هستم. مگر یک آدمی دینشناس را پلاندن به تو میزیبد؟ معاذ الله، با خدا در جهنم میسوزی. مرا یک طرف گذار و این را پلان. اوها این رو بینا. داملا شما چی ها میگوید؟ داملا از این آغاز میکنه. پرواز من آغاز میکنی. ایست مایلش اونها به سر چیزی که خوبی یک به یک گپ میزنیم. من این مرده راست میگم. پس گفتم داملا کلوس در کجاست؟ اینجا چه گپ است؟ ها؟ ای باریست، من با تو نگفتم که با داملا زیاد نزدیک نشم احمق. کنان از اینجا بیرو. خودت را به این کار همراه نکن. این کار به تو دخل ندارد. نه علی کاری خودتان رو نشان دهید. سلاحتان را پایان کنید، نباشد همه اینجا را نابود میکنم. کنون عقلت را گم کردی. هیچ که داملا بود است. برای این ما را نابود میسازی. پلیس چرا نخوی من دیوانه است؟ چرا؟ چون که من شوخی نمیکنم. گپم را گفتم اجرا میکنم. احتیاط باش کنون، دیوانگی نکن. این دامولازیا مکانی کلش را انیق میداند. از اون میفهمم هم به کار تو فایده میرساند. همین خیلی آخر از کلش انتقامت را میگیری. دامولازیا اگر مکانی کلش را داند به من میگوید. دامولازیا به من بسیار ارزنده است. حساسیتی که نسبت کلش دارم او خود میداند. سلاحتان را پایان کنید. حالا تا 4 میشمارم. چرا تا 4 میشمارم؟ 1 2 مایلت کنون. سلاحهایتان را پایان کنید. کنی از نزد چشم دور شوید. زود باشید. شکرت را میکنم خدایا. رفتیم بچه ها. اینها را بینم مانند یک ماده هستند. نگاه کن. اوف خیریته شرف قریب بود که خود را برای داملای ابله میکفاندید. انشالله وقتی برآمدن در بدنت میکفد. آقای کنان تشکر زیاد، سلامت باشد. حیات ما را نجات دادید به خدا. داملا نمیارزد. این وظیفه ما است. کار ناجایی که به شما کرده شود به خودم کردگی بر این نشمارم. بیاید را یک داملا شما رو تا با جایتان برید. رفتید. بیا که پیش داملا بیا شما رو هم بریم. نمیخواهم.
خودم میروم. دوملا حالا سیاد نشده بیاید یک روی نکنه شما رو بره. این منو با حالم گذار. من به جای خواستگیم خودم میروم. دیگر به من ببرم نشم. خدایا توبه. دوملا تو چی میکنم که از تو خلاص شوم؟ من همه جا از شده برای خدایا توبه. نمیخواهم دیگه. به من تقدیری بدی دوملا رو بین با ماشین مردکشک رو بدشه. شوکت چیکار کردن تو میدونی دوملا رو گرفته بود. من باید زود به نزد زهرا روم. بسیار انتظار شد. مایلش برادر من این شو بیا برادر باید بیا آی برادر مرا گوش کنید. چرا مرا تنها می‌ذاری؟ سعید جون پسرم سوقمچه سفید رو به من ده. سعید جون سفید گفتم سبز نه. آخه این زیباتر است مادر. ای گلی چرا کاری که باید خودت بکنی با خودت امر میکنی؟ عجبا. نباشد خیری امر نمیکنم. اومده خودت کمک کن. گلی من که زن میرم طراحم ارزگرم کارو کرده میگذارم با این خیلی کارهای میده چویده سر کن نمیگرم. یا خدایا سلامت. امک جونم اومد. اخم با خلوم سلن کم زدم گفتم که دوستم میتوانیم. آفرین شیخ بچه من انا همین خیل. ای دختر چی گفت؟ آخر گلی تو چی کار کرده شده؟ از این بعد مگر گفته های دختر یکان اهمیت دارن؟ چرا اهمیت ندارد؟ البته که اهمیت دارد. یانگه قبول کرد دوست شده اینشب خدا خواهد نصیب باشد یک جا با کینوتئاتر میرویم. آفرین اما ای توی در این خانه مبارک شود شادی تویانه مبارک شود. آفرین بطول بند آفرین. اکا در حقیقت تشکر زد همش با گفته های تو شد. استغفرالله. یانگه چونو در هیجانم که با خدا شب چخل میروم نمیدونم. با خدا ای لیبین کمی آرام شد. غیر چخل میروی؟ غزنال پیاده خطی؟ نه تاکسی فرمایش ده. وقت رو سرزد بکن زود میرسی. این را نمیگویم دو طرف. با دختر با بخوری چخل میروی؟ با همین لباس؟ با سر لباسم شیش نسکه دین اویلم با گرفتم دو بازار خریدم من برو کش سعید. تو با بخوری با دختر با این لباس میروی لیبین؟ هم با این خلبوی بند. یعنی نمیشود. نه. تو رو یکم خیل آرو دادن لازم است لیبین. هیچ خیلی میشوم. آرو دادن کاری من است. به نزد آیی نرفتیم. اینجا بیا کنی اینجا بیا. انا این خیل یک طرز نو خوبی زمانوی کتن لازم است. ها؟ یافتم. سمارت کاسل. نشوم. ها؟ لیبین تو رو گرن کردی سمارت کاسل سمارت کیژل میشود. شما چی گفتیستی؟ کیژل میشل نمیشود آخه. ما با کیژل میشل کار نداریم. پیسر رو میکنی کیژل. بعد میشود ریژل آخه نمیشود. این خیلی خوب دارد. بله سمارت کاسل. از همه زیبایش این است. از همه زیبایش. سفتا نگو. کمی الیگانت باید باشد. چی؟ باید الیگانت شود. تو چی کار کردنت رو میدانی گلی؟ از برای خدا. این پیسر خیلی الیگانت میشود. بسیار بزبش میکنی. اما گوره. شما چی کار کرده شده؟ از توپ خوردن از سرم توپ خورد. بسیار خوب. تشکر زیاد برای همه چیز آقای کمان. خواهش میکنم دوملا نمیارزد. احمقی که اگر به شما کنند معنای آن را دارد که به ما کردند. تشکر. لطفاً به خانم زهرا سلام ما را رسانید دوملا. البته میرسانم آقا. روزهای خوش. روز بخیر دوملا. مرحمت. دوملا؟ خانم زهرا؟ دوملا برای شما بسیار خواطر شدن جفتانه؟ گیرید. دوملا این صورت برای من چنان ارزش دارد که تشکر زیاد دوملا. خدا شما راضی باشه. خانم زهرا میرویم.
کمی ایتالیانو شود. چی؟ باید ایتالیانو شود؟ و این آدم طرز ایتالیانو رو پوشانیدن، شخصان ایتالیایی رو دستنام دادن است. کمی ایتالیانو شد؟ چی؟ شنیدی؟ سی گفت، یعنی نابود کن گفت. و فکر من طرز ورزشی باید شود. و فکر من با همه کم طرز قدیمی میدونم. ای جان جان، چونین لباس ها از مود رفتن. 30 سالی ما هم از مود رفتیم. مولید این گپایی تو به من پیشن ناومدم. من طرز الیگانت رو میخواهم. خدایا توبه کنی. تو به همون الیگانت چسبیده نمیشود. پلیس مونندی پلیس های امریکایی کنیم چی؟ ای جانا پلیس همین جایی؟ نه میدونی با تو چی میتیبند؟ طرز یک شخص کوچکی اما کارگر فرهنگ و مدنیتش بلند رو تشکیل میکنه. چی گفتی؟ اینش بود چی بودن؟ من طرز ایتالیانو میخواهم. خدایا توبه گویا که در ایتالیا زندگی میکنه. به همون الیگانت و ایتالیا که چه کدومش رو انتخاب ولی اینش بهتره. من رو هم انتظار شده. کانون چی شد؟ با تو این خبر رو چی گویم؟ نمیدونیم اما باید گویم. چی شد میگویم؟ آن لمن چهارچشمه خانم سلین رو بسینم میبرده است. چی؟ اکا من این رو زنم. کی رو؟ چرا؟ دروغ میگوید؟ نه دروغ نمیگوید اکا. خبری بد داد از همین سبب. یا خدا مرا گوش کنید. حرفیتان رفته بفهمید که با کدام سینما کی میروند همش رو فهمید. و همش رو فهمیدیم اکا با کدام سینما رفتنش رو حتی با تماشای کدام فیلم رفتنش رو میدانیم. اکا با تماشای فیلمی دهشت‌آور میرفتن. چه؟ وای روبایی بیشرف. یعنی دختر را ترسانده او را به سینما دعوت کردن. اما نیزارتا نشان میدهم. مرا گوش کنید. جمع شدید و سینما میروید. اگه من نروم و من فیلم های دهشت‌آور نه آنقدر معقول هستن. من میگویم که تو را از حاضر به فیلم های دهشت‌آور عادت کنم. چی گفتی؟ پیالی کشت زبط میزنم. میدونی با تو چیکار میکنم؟ های باش شدید باش. رفت سینما رو محکم میکنیم. سینما رو محکم میکنیم؟ بله کارمان رو توکل کردن نمیتوانیم. با پیش.
من عروس دارم چه خشم مرا نگاه میکنید توبه پیش رو نگاه کنید پیش بوی نخیریم با خانم سلین اومد عجب و لبید رو میشناخته باشد اینقدر بچه زیبا با ما این خیلی هایش نصیب نمی کند با لبید با کینو می روی این لبید کلو شده باشده خانم سلین با فکر لبید هم نشناخت خانم سلین من لبید در این جویم لبید؟ این تو هستی؟ ها جون سلام علیکم شب بخیر سلام داملوزیا. السلام خوش آمدی خوش باشید بخیر است داماد لباس هایم رو آوردم خوب اینها را بردم و حجره جا بجا کنم یک دقیقه سمی به داملوزیا کمک بکن تا انجامهاش را به حجرش جا بجا کند کی من؟ البته که تو زود باش آقا زحمت نکشید من خودم حل میکنم تشکر چه زحمت عزیزم؟ زود باش پسر البته اما اکرم البته کمک میکنم. با شما زحمت میشود استغفر و داملوزیا. با این چی بار کرده بسیار وزین بوده است؟ اگر خواهید بذارید من خودم اینش رو برآورده آمده دیگرش رو میگیرم نه اگر اجازت هست من این رو با بالا میبرم. احسنت آفرین اوه بازی بسایی داملوزیا رو به کجا جو کنم ها؟ سمی؟ همینش نمیرسید که باز جامدانش رو برارم. این جامدان داملوزیا است؟ بله اوی در کجاست؟ آمده ایستاده است. تمامی خانه‌اش رو به یک جامدان گنجونده است. من به تو یک چیز بگم به این خانه آمده همه رو برباد میدهد. چی کار کردنش رو انتظار بدی سمی جان؟ داملوزیا اکنون در اینجا زندگی میکند؟ مایلش در این خانه زندگی میکند و چنو جابجا شده است که گویا دیگر هیچ کجا نمیرود. سمی من به تو یک چیز را گفتنی بودم فراموش کردم زیا نباید داند که توی ازدواج ساخته ما رو میدانی میلش فهمیدی اگر فهمت خوب نمیشود با خدا تمام فداکاری رو من کنم و حریف اومده در اینجا خواب کنده. با خدا که ناحقی است قسم میخورم که ناحقی. با خدا که سمی رحمت کلان جامدان رو تا با اینجا آورده تشکر زیاد خواهش میکنم داملوزیا. اگر یگان اشیاء دیگر داشته باشد یک سخن کنید بسنده است. با خدا که حالا نیست سمی جون اما پیدا شود انیق میگویم رحمت مایلش تو بازدید رحمت خیر من لباس هم رو در کجا میگذارم من هم کمی پیش همین رو فکر کرده ایستاده بودم داملو رسیم در همینجا جو کنم نشود خانم زهر شما با تجارت مشغوله داملو چی علاقه دارد اونها یک جای گذاشته شدند به همه خاطر بسیار میتوبند یگان جای واهمه نیست همه این رو ببر میکنید بله خفه نشوید بسیار مصرف بدهید داملو با مصرفی چی علاقه دارد فهمو با فکرم من اینجا با خودم جا نمیابم نه انا تایار کرده ایستاده میسی اینجا نمیشود و نشد اینجایش میشود در اینجا مانید جای هست بینید شما کشاید یا نیابید جمعدان رو چطور دارم اینجا یا اونجا سلینجا شما در اینجا انتظار شدید من چی بده خریدم نیاید یک اونجا از بندید یعنی قطار پیش نباشد شما از کجا خرید از همونجا بگیرم سلینجا او مرا جان رو منم رو جان نگویم جانان میشود اوه خانم سلین شما هم اینجا هستید بیایید یک جای فیلم تماشا کنیم ها من با دوستم اومدم آقای کنال تشکر زیاد جان و دلی من میهنه سلین جان من هم
تله همه چیزه ها را خرید یکان کسی بپرواید مایلش هیچ کس کینا هستن؟ برای چی هیچ کس نیست؟ اکای کمون برای شما شده همه جای ها را خرید این چی مصیبت هستن؟ روز جزه خودت نشان میدی. های تایلاق چه گفته ایستاده ای؟ چه؟ هیچ لعنت به تو. خانم سله شما با گفته این حیوان گوش ندید جایهای سینما را ما حق نداریم گیریم این خیلی رفتار با ما زیبنده نیست ما آدمان دلسوز هستیم در کجا شینیم؟ در کجایی که میخواید تمام سینما از شماست اکه کنان همین سلن از من میپرسه که کجا داشتی من شما نپرسیدم شده دموبا نگه تویش خوب درون این خواست ما تو رو خیر نباشه در اونجا نشینیم بله آنجا بسیار موافقم بیا جون بیا جون بفرمایید بیا میرم از این چیزی نمیگیم رحمت همه چیز از نو آغاز می شود ای تایلاق چه ایستاده ای؟ سبت را پایان بیار جناب شب بخیر اگه قانون برای شما شده ثبت شور کرده است که شنید تا شوری از شکلات تا دونگی در اینجا زحمت کشیده اینا پاپکور می پیش خریدم مرحمت گیری خیلی به این ثبت هم نگیریم ولی خینه دروزه هم خیلی سلیم رحمت نمک اکا حد کردم ثبت را دادم وای تایلاق باید با دختر میدادی با دختر اکا سرگسته با دختر میدم چی دارد اکا من این رو زنم ها دفشه به دست پیشم خاموش میشه که فیلم روزم از من خاموش برای من با صلاح رو نشان میدم همه دید السلام علیکم. علیکم سلام. مؤذن این مسجد هجری را جستجو دارم در همینجا. هجری رو میگویی؟ اما آن است همون؟ پس همون است هجری. استاد. ضربه هجری. یک سوال دارم. بپرس. استاد چرا آدم با آدم جنگ میکنن؟ چی هجری چه خیلی جنگ آخر هست جنگ هست مقابلیت مثلا بابای ما در جنگ بر ضد دشمنان با انسان‌های بد مقابلیتشون دادن چرا؟ چونکه با کودکان و یتیم و بی‌پرستار کمک کرده و با ظالمان باشد مقابلیت نشان دادن مثلا جناب پیغمبرمون هم در جنگ‌های کردهشون تنها مردم را از ظالمان حفظ کرده است تمام تو جنگ رو میپرسی یا مقابلیت رو؟ جنگ استاد چرا جنگ میشود؟ انا حاضر هجری کمی است گوش کن هجری تو قلم را دوست می‌داری چون که دویم تو با قلم سر و کار داری گیر این قلم از تو از من است استاد؟ گیر پسرم با تو داده ایستادم گیر گیرم گیر هجری این قلم از توست گیر قلمی زیبا بوده رحمت استاد انکنون هجری چون این قلم از توست کنی قلم را با من ده آخر هجری قلم اگر از تو نیست قلم را در حال با من ندهی استاد گفتید قلم را ده آخر من بیده گویم تو نبایدی اون قلم از آن توست مایلش اکنون قلم را بیده هجری آخر هجری آخر چرا میدی قلم از آن توست میگویم استاد چنان صمیمی پرسیده که خیال کردم فکرتون رو عوض کردید عوض نکردم پسرم قلم از آن توست قلم از توست مایلش تمام استاد فهمیدم تمام قلم را بده هجری نه هجری نمیشود قلم رو نمیدی آخر پسرم چه خیل روح دادن جنگ رو با تو میفهمانم استاد چنان با قهر گفتید خیال کردم باز فکرتون رو عوض کرد هجری من با تو چیزی گویم داد زنم فریاد زنم قلم رو با من نده فهمیدی؟ مایلش فهمیدم استاد تمام
پس این قلم از من است. مایلش صاحب این منم. اینجوری این قلم است. کدی قلم را بده اجری یا خدا وای آخر باید قلم رو ندادی آخر پسرم با خدا همه مانند تو باشد در دنیا یگان جنگ نمیشود خدا راضی باشد استاد. سلامت باش. اصلا راضی باشد. سلامت باش. من زمین این اجری را ای پول میگیرم. هیچ خیلی پسر هستم. راضی من نمیشود. دومولا بسیار تعجب کردم. این چیزهایی که درباره جنگ فهمونده از اون دفتر شماست؟ نه از فیلم‌های جنگی. هیچی من نفهمیدم. روید بعد به شما میفهمم. بله شبای خوش. جان مرد اجری تو هستی؟ منم. ماشاءالله. شما کی هستید؟ تو من رو نمیشناسی. من جوهر یلمز هستم. شنیده بودم. مرا میگفتید چی گپ داشتید؟ نه یک شناسم. خوب کردید اکر. سلامت باشید. سلامت باشید. این قلم از من است. قلم هجری است. بخیر باشد. استادم دو بسیار آدم خوب است. دانشمند است. عالم است. ماشاءالله. خدا همیشه همراه ما باشد. آمین. خیر من روم. دوملا شما ما را گفتید شما هم لباس عجیب داشته. تشکر زیاد. دوملا اینها رو در کجا می پوشید؟ لباسا بسیار قیمت است. شما ما رو مصرف گفتید شما هم همین خریدید. خانم زهرا همه اینها را از سکم خم خریدم. همه این نوی دویم است. نوی دویم گویم خطا نمیکنیم. از راستی؟ بله. زیبا دختر شدن من حقیقی فکر کردم. آخر چقدر شد اینها را نمیپوشم. در کجا پوشم آخر؟ جای ندارم. آخر انسان چون از جمعیت دور شود همین خیر می شود. کی از جمعیت دور است؟ من؟ بله اما این مقرری است. از خانه به مسجد، از مسجد به خانه. همچون مشغولیت باشد بسیاری وقت شما به مغازه شیرینی ها می روید. در آنجا هیچ کس نبینه شما رو. فهمیدم. شما اکنون باز با همان سیوال میچسبید. من سیوال نگفتم. شما گفتید. یا خدا توبه. وقتی بحث کردن رو ندارم خانم. خفه نشوید. من هم با شما بحث کردنی نیستم جنابی کیو. خوب می روم. بله من هم خوب می روم. رفتید. بخیر است؟ چی گپ است بخشید؟ چی بخیر است؟ دوی من در زمین خوب می روم. یک با شما هم خوب کنید؟ اینجا جگه خود من است. بخیزید از جگه من. ای آخر خفه نشوید و اما این خیلی چیز نیست. اگر باشد پس با اینجا یک رفتی خوب می آریم. دومو چی گفته شده؟ بعد میگویم که یک جای خوب نمی روم. گویند آخر ما در یک جای خوب نمی رویم. همه چیز رو برباد دادن میخواهید؟ خانم زهرا هر نباشد پشتمان رو گردونده خوب رویم. بخششی و من دویم در زمین خوب کردن نمیتوانم. لیکن شما هم بسیار نازک بودید. روید کنی از جویم. بگیرید جایگاهتان از خودتان. پرده رو کشید. کشیدم. چخیر؟ با راحته خانم زهرا؟ بسیار راحتم من. خواه شیرین خانم زهرا. و شما هم دومونو. در این زمین قاق تنها من خوبی وحشتناک میبینم. خوبی خوش نمیبینم. دومونو خدا راحت نصیب کند. آمین. بسیار راحت بودسته. یزنا جان؟ زهرا بخشش ناراحت کردم. حالم خوب نیست. حالی به تلفنم جواب نمیدید. کمک کن. یزنا شما حالا در کجایی؟ در پس در. کدام در؟ در پایان در پس در شما. در ما؟ چرا یزنا جان زنگ را زیر کرده به خانه نمیداری؟ زهرا جان گوش کن. چه خیلی به درون دارم. آخر خودت میدانی که باید برای چشم دیدن ندارد. التماس به من کمک کن. معلش یزنا حاضر می آیم.
چی کپاس یازمه عزیزم بسیار ناتور می نماید. بیایید به خونه دروید، من اپم رو بیدار میکنم. بیدار کردنت شرط نیست زهرا، من همینجایم. زنه جان اونا چرا سحری روز تو به اینجا اومدی؟ عشقم بیا به همین جدای خاتمه بخشیم. التماس من دیگر طاقت کرده نمیتوانم. لطفا بیرم، اگر بابایم بیدار شود بسیار بد می شود. چی ده شود شدن گرفت؟ من از این جدای بیدار شدم. تو دیگر به اینجا نوی، من با تو نمیروم. تو رفته با اون زن از خطای کلتکی لوست شم. اپا التماس خوری از من رو نمیبینیم اگر؟ ای زهرا تو دخالت نکن. اما اپا جان دخالت نکن گفتم. در آنجا چی گپ است؟ چی مقال برداشته؟ آوازی بابایم. من گفتم زود بیرم، بابایم نامده بیرم. نمیروم. میمیرم هم نمیروم. به تو به هیچ کجا نمیروم. یاسمه فقط شفری من میتواند که بابایم را راضی کند. یک لحظه من حاضر میآیم. کنی با جمعیت زهرا خدا چی گپ است؟ بابا جان هیچ گپ نیست خاطر نشوید. من زیا رو بیدار کنم. هیچ گپ نی روم زیا رو بیدار کنم. یا توبه. شرط